تصاویر تازه اسیب با دخترش و قهر آریانا سعید. اسیب از خانم اولش دارای چند فرزند می باشد. چرا اسیب سعید بعد از دوری از همسرش دوباره تصاویر خودش و دخترانش را در صفحات مجازی نشر کرده است و گفته های جدید آریانا سعید برای اسیب؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را قرار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. اسیب نامزد آریانا سعید یکی از مردان قهرمان و شجاع افغانستان است که بارها لقب مرد قهرمان و شجاع افغانستان را از طریق نهادها و جامعه جهانی از آن خود کرده است. اسیب مدیر برنامه‌های آریانا سعید در سال 2010 بوده است. در آن زمان اسیب سعید عروسی کرده بود و 2 فرزند داشت، اما بعد از آن که کارهای رسانه‌ای و هنری خود را با آریانا سعید ادامه داد، در رابطه عاشقانه با این هنرمند قرار گرفت و سرانجام از همسرش جدا شد و دخترانش را رها کرد. جدیداً تصاویر تازه از اسیب سعید در صفحات مجازی با دخترش نشر شده است که مورد نقد و نظر فراوانی قرار گرفته است و از طرف دیگر مورد حمایت علاقمندان و دوستدارانش. اما آریانا سعید درباره نشر این تصاویر ابراز نظر نکرده است و بارها آریانا سعید در برنامه‌های تلویزیونیش بیان کرده است: من مشکل با فرزندان اسیب ندارم، آنها حق دارد تا با پدرشان دید و دید کنند. این همه در حالی است که آریانا سعید در کشور دبی زندگی می کند و جدیداً می خواهد در کشور دبی مانند غزل سادات رستوران بزرگ افتتاح کند و سرمایه گذاری هنگفته را در این کشور تجاری انجام دهد. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای جوانان و هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران اسیب و آریانا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر همتان را به لای منان میسپارم. شاد و خرم باشید.